چیزی که باعث فساد دزدی و راهزنیه. سر راه مردم رو بگیری، مال مردم رو دزدی بکنی. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ایمان ندارد شراب خور در وقتی که شراب میخورد، ایمان ندارد زناکار در وقتی که زنا میکند. عبدالله ابن عباس دستان مبارک اینطوری گرفت و جدا کرد، گفت زناکار در وقت زنا و شراب خور در وقت شراب ایمان از او جدا می شود مثل که این دو دست من جدا میشه. و فرمود ایمان ندارد زورگو زمانی که مال مسلمانی را میگیرد در وقت گرفتن مال مسلمان ایمان نداره و ایمان از بدنش جدا میشه. با صلاح سر راه مسلمان رو گرفتن، با صلاح در خانه کسی داخل شدن، مال او را گرفتن، مالی که به زحمت دست آورده، به عرق ریزی به دست آورده میریم دزدی میکنیم. الله چی میفرماید؟ انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا. جزای او کسی که با الله و با رسول می جنگد، دزدی کردن با صلاح جنگ با الله و رسوله، دزدی کردن با چاقو جنگ کردن با الله و رسوله، گرفتن سر رای مردم جنگیدن با الله و رسوله. الله می فرماید اونهایی که با الله و رسول می جنگن و در زمین فساد می کنن با اونها 4 کار انجام بدید. 1 ایقتلوا کشته شوند، 2 ایصلبوا به دار آویزان شوند. امام ابو حنیفه رحمه الله می فرماید او را زنده به دار آویزان کنید و زنده زنده با نیزه شکم او را پاره بکنید و او را بر ندارید، بگذارید که بپوسد و استخوان‌هایش از بین بره. یصلبوا به دار آویزان شود او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا این که دست پای اونها را قطع کنید، دست راست و پای چپ را قطع بکنید. او ینفوا من الارض، یا از زمین گم شود به زندان داخل کنید. ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب عظیم. این رسوایی دنیاه، اما در آخرت هم الله اونا عذاب میده. بنابراین دزدی کردن، سر راه مردم گرفتن، به زور مال مردم را چپاول کردن، این هم فساد در زمینه و مسلمان باید از او پرهیز بکند. 6 گسترش منکرات و سکوت در مقابل منکرات. منکرات زمان که عام بشه، بی‌حجابی زمان که عام بشه، ترک جماعت عام بشه، موسیقی عام بشه. ای مسلمان ها، بندگان الله، ما بنده اللهیم. بنده یعنی در بند قرار داری، دستبند زده شدی، پاهایت را بسته کرده دین. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. اون مردی که به الله ایمان دارد، اون زنی که به الله ایمان دارد، بعد از ایمان آوردن به الله و رسول در مقابل دستور الله و رسول اختیار ندارن، باید قبول بکنن. اجازه چونه چرا نداری، بی‌حجابی حرامه، ترک نماز حرامه، ترک جماعت حرامه، زنا حرامه، سود حرامه، رشوه حرامه، قتل حرامه. اینها منکراته و یک ملت مسلمان اجازه سکوت در مقابل اینها نداره. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میفرماید که از رسول کریم شنیدم که رسول الله فرمود هر زمانی که در بین مردم گناه شد و مردم می توانستن جلوی گناه را بگیرن و جلوی گناه را نگرفتن، الله عذاب را بر این مردم عام می کند. همه را الله به عذاب گرفتار می کند، یکی دوتا نه. اونهایی که گناه کردن به خاطر گناه و اونهایی که سکوت کردن به خاطر سکوت مورد عذاب الله قرار بگیرند. وظیفه امر به معروف و نهی از منکر تعلق به یک گروه خاص نمیگیرد، تعلق به یک باند خاص نمیگیرد. تنها وظیفه نظام و حکومت نیست،
من رعا منکم منکرا فلیغیره بیده. هر کسی که منکر دید رسول کریم میگوید با دست تغییر دهد. اگر نمیتوانست با زبان تغییر بده، اگر نمیتوانست به قلبت ببره. وظیفه همه مسلمان ها، تنها وظیفه ملا نیست، تنها وظیفه حاکم نیست، تنها وظیفه آمر حوزه نیست، تنها وظیفه معلم و مکتب و ارباب ده و وکیل ده نیست. نهی از منکر وظیفه همه مسلمان های، همه مسلمان ها باید اونو تغییر بده. بنابراین یکی از دلایل فساد در روی زمین این است که گناه بشه، منکرات بشه، اما مردم در مقابل این منکرات سکوت بکنن. هفتمین چیزی که زمین الله را به فساد میکشه ظلمه. ظلم کردن بر مخلوق الله. الذين اتقوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. ظلم کردن زمین رو به فساد میکشه. خوردن حق مردم زمین به فساد میکشه. تباه کردن حق مردم زمین به فساد میکشه. حالا بیایم خود را یک مرحله چک بکنیم که ما ظالم هستیم یا نیستیم. از حجاج ابن یوسف پرسیدن ای حجاج، تو چرا مثل ابو بکر نمیشی، مثل عمر نمیشی، مثل عثمان و علی نمیشی؟ تو که خلیفی، علی هم خلیفه بود، ابو بکر هم خلیفه بود، عمر هم خلیفه بود، تو مثل اونها بشو. حجاج خندید و گفت شما مثل سلمان و ابوذر بشید، الله خود به خود منو مثل ابو بکر و عمر میکند. ابو بکر و عمر خلیفه ابوذر و سلمان بود، خلیفه بلال و عمار بود، خلیفه عبدالله بن حذیفه بود، خلیفه خالد بن ولید بود. شما بیایید ابوذر درست بشید، سلمان درست بشید، بخواهید و نخواهید الله من ابو بکر رو درست میکنه. ظلم تنها به زدن نیست. من خطیبم، در منبر قرار گرفتم، آمدم از دین صحبت میکنم، اگر واقعیت نگفتم من ظالمم. به خاطر من الله زمین رو به فساد میکشه. تو معلمی، نیم ساعت بعد از وقت میایی، نیم ساعت قبل از وقت رخصت میشی، تو ظالمی. به خاطر ظلم تو زمین به فساد کشیده میشه. تو دکانداری، جنس خراب را به جای جنس سره میفروشی، ظالم شدی. تو پدر خانه، در مقابل تربیت اولاد غفلت کردی، به جای تلاوت و قرآن سریال هندی و پاکستانی روشن کردی، تو ظالم. تو مادری، در تربیت اولاد غفلت کردی، به دختران بی‌حجابی آموختی، بدون اجازه شوهر از خانه بیرون شدی، مال شوهر را تلف کردی، تو ظالمی. به خاطر ظلم تو الله زمین رو به فساد میکشه. تو زمین رو به فساد کشاندی. ظالم تنها این نیست که مردم رو بزنی. تو جوانی، الله این جوانی را بر تو داده، قوی و برومندی، میتوانی نماز تهجد بخوانی، میتوانی 2 ساعت قرآن کریم تلاوت بکنی، میتوانی اذکار صبح و شام بخونی، ولی تو 5 ساعت گله بازی میکنی، نماز جماعت رو ترک کردی. تو 5 ساعت با فیسبوک و اینترنت سر کار داری، تلاوت و قرآن رو فراموش کردی، تو ظالمی. و ظلم در زمین فساد به بار میاره.